سلام دوستان عزیز، به چینل یوتیوب کاظم اصغری خوش آمدین. کاظم اصغری امروز بسیار خوشحال است، بسیار زیاد خوشحال است که امشب یک خواب شیرین رفتیم به خاطر که تیم فوتسال افغانستان قهرمان شد، در مقابل ایران مردانه رزمید و به قهرمانی بسیار خوب رسید و امروز ما الحمدلله قهرمان آسیا هستیم. این قهرمانی را تبریک میگیم به تمام افغانستان و مهاجرایی که در کشورهای دیگه هست. امیدوارم که این قهرمانی شیرین بوده باشه و شیرین هم هست. دیگه در این رابطه ما یک صحبتایی داریم که میخواهیم به شما بگوییم دوستا، همیشه وقت اینمی صمیمیت، اینمی اخوت، اینمی برادری باعث شد که تیم پیروز شود و تیم فوتبال افغانستان هم پیروز میشه. انشالله هفته های بعدی بازی داره و ورزش های دیگه هم در آینده های نزدیک بخیر به رزمیدن است. افغانستان دیگه افغانستان سابق نیست. این افغانستان رو به ترقی شده، رو به پیشرفت شده، رو به خیلی خیلی روشنی های دیگه شده. امیدوار هستم که مردم در کنار اینمی ورزش ها و فوتبال و کرکت و امثال دیگه ورزش ها استاد شوند، حمایت بکنن. از مقامات خواهش ما است که اینمی ورزش افغانستان را حمایت بکنن. این دستاوردی که امشب به دست ما آمده، این دستاورد بسیار دستاورد بالاست. قهرمانی آسیا شدن خیلی کار دشوار است، خیلی کار مشکل است و ما از دستکاران این تیم و از کادر فنی تیم فوتسال تشکری میکنیم و از تمام افغانستان تشکری میکنیم و از بازیکن‌ها را ازشان تشکری میکنیم و بازیکن‌ها ان شاء الله تعالی از افغانستان